سلام دوستان، میخوام کوبیده مرغ بهتون آموزش بدم که هم خوشمزه است هم اقتصادیه. هزینه‌ش هم یه دونه لایک و یه دونه کامنت مرامیه. بریم با هم انجامش بدیم. 1 کیلوگرم سینه مرغ، 250 گرم قرمه‌گای گوسفندی، 250 گرم دنبه گوسفندی، 300 گرم پیاز رو با هم مخلوط میکنیم و زعفرون رو بهش اضافه کنیم. 14 گرم نمک، 3 گرم فلفل سیاه اضافه میکنیم، 4 گرم جوش شیرین. همش میزنیم داخل چرخ گوشت، 2 بار چرخش میکنیم. قشنگ همش میزنیم و به سیخ میکشیم. به همین راحتی و همین خوشمزگی و همین ارزونی.